توی این ریل قرار کلی کلمه در مورد تاپیک بزنس یاد بگیریم از کتاب Vocabulary for IELTS Advanced درس 17. اولین کلمه یا اولین در واقع کالوکیشن Golden Opportunity هستش به معنی فرصت طلایی. دومی sell like hot cake هستش بچه‌ها به معنی مثل فروش رفتن، مثل کیک داغ. منظورمون اینه که خیلی سریع به فروش رفتن. سومین عبارت a household name هستش به معنی به نام، مشهور. یا اگه بخوام براتون این مثال بزنم he had never become a household name unlike his famous brother. مثل برادرش در واقع انقدر به نام مشهور نشده. A spanner in the work به معنی شخص یا چیزی که مانع موفقیت شما میشه. و عبارت بعدی make a name for yourself هستش، یعنی یک اسمی برای خودتون دست و پا بکنید، یک در واقع معروف بشید. عبارت بعدی corner the market هستش، یعنی بازار رو غلبه بکنید، در واقع به انحصار خودتون در بیارید. و عبارت بعدی the bottom line هستش به معنی کل درآمد یک شرکت، در واقع کل دخل و درآمد، سود و اینا رو اگه حساب بکنیم میشه the bottom line. و a win-win situation به معنی یک وضعیت برده. و the tricks of the trade به معنی فوت و فن یک کاری هستش. و آخرین عبارتی که میخوام بهتون یاد بدم in the red هستش به معنی وضعیتی که ما دیگه مثلا وضعیت بانکیمون قرمز شده. مثلا my business is in the red، یعنی دیگه کامل توی قرض و قوله افتاده. اگه از این ویدیو خوشت اومد کپشن رو نگاه بکن، یک کلمه رو گفتم تو برام معنی بکنی. اگر بتونی معنیشو درست حدس بزنی 30% تخفیف کلاس‌های کالوکیشن اسپیکینگ خودم میخوام بهت بدم.